سلام دوستان، در قسمت قبلی در مورد مراحل نصب و راه اندازی کانفی یو آی صحبت کردیم و در این قسمت قصد داریم با محیط اون و مقدمات گرفتن خروجی ازش صحبت کنیم. همونطور که مشاهده میکنین با اجرا کردن کانفی آخرین نوت‌ها و خطوط رابطشون که قبلا توی اون داشتیم برامون لود میشن که توی این نمونه همون حالت دیفالت خود کانفیه که در نهایت هم ختم به همون تصویری میشه که توی اپیزود قبلی هم دیدیم، البته با چک پوینت دریم شیپرمون. قبل از هر چیز توجهتون رو به مستطیل آبی رنگی که در پس زمینه مشاهده میشه جلب میکنم. این مستطیل در واقع محیط ورک فلو ماست. ورک فلو به مجموعه همین نوت هایی که در نهایت به گرفتن خروجی تصویر منجر میشه گفته میشه. کلیت کار ما در این محیط قرار میگیره، ولی این امکان رو هم داریم که ازش خارج بشیم. محیط کانفی از چپ به راسته، یعنی هر کدوم از نوت ها از سمت چپ ورودی و در سمت راست خروجی دارن که در نهایت منجر به تصویر نهایی ما میشه. قبل از صحبت در مورد ورک فلوی مقدماتیمون اجازه بدین من منوی سمت راست رو هم یک توضیح مختصری بدم. خب گزینه کیو پرامپت که ورک فلو رو اجرا میکنه و نتیجه رو به ما نشون میده. اکسترا آپشنز برای تنظیم بچ هست که شما میتونید یک پرامپت و تنظیم رو به صورت اتوماتیک هر چند بار که مشخص میکنین اجرا کنید. با کلیک بر روی ویو کیو میتونید مشاهده کنید که چند تا کار در نوبت انجام قرار دارن و هر تعدادی رو که خواستید حذف و متوقف کنید. کیو فرانت مجددا همون تنظیمات قبلی رو براتون اجرا میکنه و هیستوری هم که مشخصه و سابقه کارها رو نگه میده. خب ما با اینها فعلا کاری نداریم و تنظیم رو برمیگردونیم به همون حالت معمولی. گزینه بعدی سیو که محیط ورک فلو شما رو به صورت یک فایل جیسون ذخیره میکنه و طبیعتاً از طریق گزینه لود هم مجددا میتونید اون رو داشته باشید. عملکرد ریفرش رو هم که در قسمت قبل دیدیم، موقعی که شما به عنوان مثال مدل جدیدی دانلود میکنید و میخواین ازش استفاده کنین، با ریفرش کردن اون مدل میاد و در جای خودش قرار میگیره و نیازی نیست که برنامه رو ببندید و دوباره اجراش بکنید. گزینه کلیپ اسپیس برای پاکسازی محیط از موارد اضافیه که توی ورک فلوهای خیلی شلوغ به کار میاد و اینجا فعلا برای ما کاربردی نداره. گزینه کلیر کل محیط رو پاک میکنه و میتونیم توش یک ورک فلو رو از صفر شروع بکنیم. لود دیفالت هم که همون تنظیم و پرامپت دیفالت خود کانفی یو آی رو برامون مجددا لود میکنه. گزینه ریست ویو هم کارش برگردوندن موقعیت نمایش تصویر به حالت دیفالت. یه سری هم به منیجرمون بزنیم. همونطور که گفتم منیجر جایی برای دانلود مدل ها و نوت ها و آپدیتشون و آپدیت خود کانفیه. چون ما برای بار اول داریم از کانفیمون استفاده میکنیم، پیشنهاد میکنم روی گزینه آپدیت آل کلیک بکنید تا کانفی و تمام نوت هایی که تا حالا روش نصب شده به آخرین ورژنشون آپدیت بشن. اگر آپدیتی لازم باشه و چیزی برای نصب وجود داشته باشه، این مسئله در کنسول ما قابل مشاهده است. وقتی گزینه آپدیت دان رو مشاهده میکنیم، برمیگردیم به حالت کانفی و روی گزینه ریستارت کلیک میکنیم. سرور کنسول ما ریست میشه و کار نصب نهایی آپدیت ها هم انجام میشه و به صورت اتوماتیک مجددا صفحه کانفی یو آی باز میشه. خب بریم سر اصل مطلب و بهتره که از صفر هم شروع بکنیم که مراحل رو پله پله با هم طی بکنیم. نود اولی که ما باید داشته باشیم نود مخصوص لود کردن چک پوینتمونه. برای اضافه کردن نود ها به محیط ورک فلو ما 3 تا روش داریم. برای روش اول، الان هر جای محیط کانفی که هستیم کلیک راست میکنیم، اد نود رو انتخاب میکنیم. این گزینه هایی که داریم ممکنه کم و زیاد باشن بسته به تعداد نود هایی که ما نصب کردیم و استفاده میکنیم و من الان چون میخوام چک پوینت رو لود بکنم از گزینه لودرز لود چک پوینت رو انتخاب میکنم.
روش دومی که داریم اینه که هر جای صفحه که هستیم دابل کلیک میکنیم. موقعی که این کار رو انجام بدیم منوی باز میشه که توی قسمت سرچش میتونیم اون چیزی رو که دنبالشیم جستجو بکنیم. در این حالت لود چک پوینت یا خود چک پوینت رو که تایپ کنیم گزینه ها به ما نمایش داده میشن و میتونیم انتخابشون بکنیم. این نود لود چک پوینت در واقع نقطه آغاز کار ما در این ورک فلوه و اینجا جاییه که مدل تمرین داده شده هوش مصنوعیمون لود میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. روش سوم اضافه کردن نودها که روش ساده تری به نسبت بقیه روش هاست، درگ کردن گزینه مورد نظرمون و رها کردنش در محیط ورک فلوه. به عنوان مثال من کلیپ رو انتخاب میکنم و درگش میکنم و کمی جلوتر رهاش میکنم و یه سری گزینه برای انتخاب نود بعدی به من نمایش داده میشه که معمولاً گزینه‌های بالاتر نزدیکترین چیزها به اون چیزی هستن که مورد نیازمون هست. ما چون 2 بار برای کلیپ باید این کار رو انجام بدید، اجازه بدید دفعه اول رو از حالت دابل کلیک و جستجو جلو بریم. دابل کلیک میکنم، کلیپ رو سرچ میکنم و گزینه کلیپ تکست انکود توی پرانتز پرامپت رو انتخاب میکنم. اتصال بین لود چک پوینت و کلیپ تکست انکود رو اول برقرار میکنم. حالا مجددا کلیپ رو انتخاب میکنم و روش سوم اضافه کردن نودها رو پیاده میکنم. همونطور که مشاهده میکنید در همون بالای گزینه‌های پیشنهادیش گزینه مد نظر ما وجود داره و انتخابش میکنیم. موقع درگ کردن همیشه بالاتر از گزینه‌های دیگه گزینه ریراوت وجود داره که کارش در واقع جمع و جور کردن این ارتباطات بین نودهای ما در محیط‌های شلوغ‌تره و فعلا توی این ورک فلو برای ما کاربردی نداره. کلیپ تکست انکود در واقع قسمت مربوط به پرامپت‌های مثبت و منفی ماست. برای اینکه یک تمایز بین این دوتا قائل بشیم میتونیم هم عنوانشون و هم رنگشون رو تغییر بدیم. رنگ مخصوصا در ورک فلوهای شلوغ‌تر به کمک ما میاد که سریعتر گزینه‌های مد نظرمون رو پیدا بکنیم. برای تغییر عنوان روی نود کلیک راست میکنیم و با انتخاب تایتل عنوان رو به هر چیزی که مد نظرمون هست تغییر میدیم. در اینجا پوزیتیو پرامپتس و برای بعدی نگاتیو پرامپتس. برای تغییر رنگ هر کدوم روی نود راست کلیک میکنیم و از قسمت کالرز رنگ مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. در قسمت پوزیتیو پرامپتس همونطور که از اسمش مشخصه اون چیز اصلی که میخوایم در خروجی ببینیم رو مینویسیم. جزئیات پرامپت نویسی رو موکول میکنم به بعد و اینجا فقط خیلی ساده عبارت کارتون کت رو تایپ میکنم. در قسمت نگاتیو پرامپتس هم خیلی مواردی هست که میشه وارد کرد تا تصویر بهتری داشته باشیم، ولی در نظر داشته باشید که پرامپت منفی در واقع بیشتر یه چیزی در خلاف جهت پرامپت مثبته. به عنوان مثال وقتی من خروجی گربه مد نظرمه و توی تصاویرم میبینم خیلی جاها این گربه داره به سمت بقیه موجودات میره، مثلا شبیه سگ میشه، بهتره اینجا مثلا اون موارد رو بنویسم. مثلا اینجا من وارد میکنم داگ. اینا مثال البته و قطعا در آینده این موارد رو در موردشون بیشتر صحبت میکنم. حالا از نود لود چک پوینتمون گزینه مدل رو کلیک میکنیم و درگش میکنیم و در پایین گزینه ریراوت گزینه کی سامپلر رو انتخاب میکنیم. تنظیمات اصلی ما برای گرفتن خروج تصویر در این نود صورت میگیره. در سمت چپ چند تا ورودی داریم که اولیش مدل بود که اتصالش برقرار شده، دومی و سومی پرامپت های مثبت و منفی ما هستند، اونها رو هم وصل میکنیم. گزینه آخر Latent Underline Image که از طریق اون سایز نویزی که میخوایم به کی سامپلر داده بشه رو مشخص میکنیم. کی سامپلر با استفاده از تنظیمات سامپلر و اسکیجولر و مدلی که بهش وصل شده این نویز رو بر اساس پرامپت ما تغییر میده. گزینه Latent Underline Image رو که انتخاب و درگ میکنیم اینجا باید گزینه آخر پیشنهادی Empty Latent Image رو انتخاب بکنیم. همین 512 در 512 رو به عنوان دیفالت انتخاب میکنم.
در سمت راست کی سمپلر گزینه لیتنت رو داریم که خروجی ماست، منتها همونطوری که از اسمش مشخصه به حالت لیتنت، و برای اینکه به تصویر قابل نمایش تبدیل بشه باید یک مرحله دیکود روش انجام بشه. گزینه VAE دیکود رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید سمت چپ نود VAE دیکود ما گزینه VAE چیزی بهش متصل نیست که باید این اتصال رو هم برقرار بکنیم. VAE به روی اکثر مدل ها موجوده و میتونیم از همون گزینه مشخص در نود لود چک پوینت اون رو به VAE دیکودمون متصل کنیم. ولی میتونیم از VAE های دیگه هم استفاده کنیم که برای اون کار نود مربوط بهش رو جستجو و انتخاب میکنیم و اون رو به VAE دیکودمون متصل میکنیم. اینجا من چون هنوز VAE خوبی ندارم از همون VAE چک پوینت هم استفاده میکنم. خب برگردیم به ورک فلو. مدل به کی سمپلر وصل شده، پرامپت ها متصلن، لیتنت هم مشخص و متصله. خروجی ما از کی سمپلر به VAE دیکود رسیده و الان در سمت راست اون گزینه ایمیج رو داریم. ایمیج رو انتخاب و درگ میکنم و گزینه های پریویو ایمیج یا سیو ایمیج رو انتخاب میکنم. پریویو خب قاعدتا فقط تصویر نهایی رو به ما نمایش میده و جای ذخیره‌اش نمیکنه، ولی خب سیو علاوه بر نمایش دادن تصویر اون رو در فولدر آوتپوتمون ذخیره هم میکنه. کیو پرامپت رو که کلیک بکنیم مراحل یکی یکی از چپ شروع میشن و در نهایت خروجی به حالت تصویر به ما نمایش داده میشه. چون مدل استیبل دیفیوژن 1.5 به روی تصاویر با سایز 512 در 512 پیکسل تمرین داده شده، بهترین نتایج رو با رزولوشن تصویر 512 در 512 در 768 یا 768 در 512 میتونیم ازش بگیریم. در صورت انتخاب رزولوشن های بالاتر خروجی ما در بیشتر مواقع تصاویر با ترکیب بندی های عجیب غریب میشه و در صورتی که خواستیم سایز کوچکتر استفاده بکنیم پیشنهاد میشه که از مضارب 64 برای تصویرمون استفاده بکنیم. در مورد آپسکیل کردن تصاویر و بزرگ نماییشون در قسمت بعدی صحبت میکنیم که این ارتباطی با سایز اولیه اونها نداره و ما از همین ورژن 1.5 هم میتونیم تصاویر با رزولوشن بالا داشته باشیم، منتها خروجی اول باید در همین حدود مشخص شده باشه. نکته دیگه‌ای که در نود لیتنت داریم بچ سایزه که تعداد همزمان خروجی ها در یک نوبت رو مشخص میکنه. خیلی شبیه به همون بچ در قسمت اکسترا آپشنزمون. بریم در مورد گزینه‌های کی سمپلر صحبت بکنیم. اولین گزینه سیده. هر سید در واقع یک نویز مشخص و متفاوت از سیدهای دیگه است. همونطور که گفتم لیتنت یک فضای نویزه و این سید حالت نویز رو توی لیتنت مشخص میکنه. وقتی کنترل سید رو در حالت فیکست قرار بدیم و خروجی بگیریم، تصویری که به ما داده میشه همواره همون تصویره و وقتی من به روی کیو پرامپت مجددا کلیک کنم اتفاقی نمیفته چون چیزی تغییری نکرده. دقت کنید که در محیط کامفی همیشه مراحل از جایی که تغییری توش رخ داده باشه اجرا میشه و مثلا اگه شما سید رو تغییر بدین دیگه چک پوینت لود نمیشه چون قبلا لود شده و این یکی از عوامل سرعت بالای کامفیه. در حالت اینکریمنت با هر کلیک به روی کیو پرامپت شماره سید یکی افزایش پیدا میکنه و در حالت دیکریمنت هم یکی کاهش پیدا میکنه. در حالت رندومایز هم که از اسمش مشخصه و هر بار یک سید کاملا متفاوتی به ما میده. تنظیمات کنترل رو به روی فیکس میذارم. گزینه بعدی استپس تعداد دفعاتیه که پرامپت ما به روی نویز لیتنت در واقع به نوعی رندر میشه. در 20 استپ این تصویر رو داریم که حالا من وقتی اون رو روی 1 قرار بدم میبینیم که یک تصویر محوی داریم. من تنظیمات رو به روی اتو کیو قرار میدم و تعداد استپ رو افزایش میدم تا تغییرات رو بهتر متوجه بشیم. با هر استپ اضافی یکم کیفیت تصویر نهایی ما بالاتر میره.
البته افزایش استپ تا یه جایی منطقیه و بعد از اون به نسبت وقتی که از ما میگیره تغییرات واقعا محسوس نیستن و میشه ازشون گذشت. پیشنهاد من 28 تا 32 استپه. گزینه بعدی CFGه. CFG در واقع به میزان وفاداری سمپلر به پرامپت گفته میشه. هرچی که کمتر باشه دست هوش مصنوعی در ساخت تصویر بازتره و هرچی که بیشتر باشه قدرت پرامپت ما بیشتر میشه. البته این قضیه در پرامپت های پیچیده تر نمود بهتری داره، ولی به هر حال دست شما بازه در تست و استفاده از CFG و پیشنهاد من CFG بین 5 تا 9 که من خودم اکثر اوقات از 7 استفاده میکنم. سمپلر و اسکیجولر در واقع روش‌های مختلفی هستن که خروجی در کیس سمپلر از مدل شما گرفته میشه. اینا کاملا برمیگردن به خواست و آزمایش خودتون. بیشتر مدل‌ها پیشنهاداتی رو در این زمینه دارن که میتونید از اون استفاده بکنید، ولی من خودم به خاطر سرعت بالاتر از اویلر یا اویلر انسسترال و در حالت نرمال استفاده میکنم. دینویز به میزانی که لیتنت ما تغییر میکنه گفته میشه که در این حالت ورکفلوی اولیه ما باید 1 باشه که در واقع 100%، یعنی 100% لیتنت ما در نهایت تغییر میکنه. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که هر تصویری که از کانفی میگیریم به صورت PNG ذخیره میشه و به همراهش اطلاعات ورکفلوش هم به صورت متا دیتا ذخیره میشه. بنابراین شما میتونید حتی در صورتی که محیط رو کاملا ببندید و فایلی رو هم به صورت جیسون ذخیره نکرده باشید، فقط با درگ کردن عکس به محیط کانفی ورکفلوی مربوط بهش رو لود بکنید و مجددا همون خروجی رو از کانفی بگیرید. این روش خوبیه که ما بتونیم ورکفلوهایی که ایجاد کردیم رو با هم به اشتراک بذاریم. من این عکس رو به صورت فایل در کانال تلگرامیمون قرار میدم که شما میتونید اون رو دانلود بکنید و به همین شیوه دقیقاً به همین ورکفلویی که در این اپیزود داشتیم برسیم. این اپیزود رو تموم بکنیم. من در اپیزود بعدی سعی میکنم کمی در مورد آپسکیل کردن و بزرگنمایی صحبت بکنم تا تصاویری با جزئیات بیشتر داشته باشیم و همچنین چند تا پک نود رو معرفی میکنم که خیلی خوبه اونها رو هم به روی کانفی نصب بکنیم. تا اون موقع خدا نگهدار.